اینم خیلی پیروژنه خشری فسان زکات کردن ایمان دخترکوی خشری من خیلی پای زکات کردن استکانچیکی زکات کردن این چه فسان کاش بسین ها تقبته بعد کپ کیک زکات کردن اینا را میتونیم برای دسترخوانی سالنویتونم زکات کنیم میشه دخترکوی خشری ما سالنوی تیارگاری را سختی دستیم ای حاضر میتونیم زکات کنیم دخترکو همش تیار میکنیم نلی چی میمونیم نیم خیلی 12 تا باکس تیار کردن میمونیم دخترکو اینه یه چیزمون استکانچیکمون دخترکوی خشرما 30 سومانای دانش ناغو پیپایمون 17 سومانای کپ کیکمون 18 سومانای دخترکو حاضر ما همش نرخش گفتگیم با ایمن نرخ میپرسن همین چند سومای گفته با ما خب پاک میگم که همین قهای میگم 10 بار در ویدیو نرخوشم بگم با نرخ میپرسن ای تو ما جواب تو میتم رحمت بگین که ما هم خیلی آدمی خوب ما نم خیلی دخترکوی خشروی ما پگاه خانمون یک علا مهمان میبیویم اوچینیتسا میویم ای تو ما کار میکنیم مثلیش تا نم خیلی دخترکوی خشروی ما حاضی بینیم نریتی چی داریم ما حاضی نه تورت زکات کردگه پابلوشکا ما دینا نیفتم بعد در تاگی لیست کردم لیست مون نبینه چه خیلی پچقه بعد نلی چی بینه چی داریم ایره یه دونه پای مونده بود جان گفتم خالده نیکبر اینجا آوردم خیلی مونده بینه دخترکوی خشم 4 دونه ای 5 تا دیگه چی هسته چی میگم 5 تا دیگه ترافل 1 کیلوگرم هسته دخترکوی خشروی ما دیدن تورک سمتان میخرین کروچی ایچی هم داریم دوبایسکی ترایفل هم داریم کلوبنیک شکلادی حاضر زکات کرده بودن تیار کردیم یک تا دیگه نلی چی کرده موندیم حاضر این تورت украшение میکنیم بلینی رول مون 2 دونه هست بلینی تورت مون دخترکو 2 تا دیگه نلی چی هست یک چا گرفتن یک تا دیگه نلی چی هست اینو هر دوش زکات دخترکو نلی چی نمی چیز داریم میتونین زکات کنین برای سال نوام میتونین زکات کنین روان تو میکنین دخترکو میگرین سمتنا قیمق تورکم ده اسلیش تو ارزانه نم پیش خونه ما میارن همه برای میگیره نم خیلی دستول نوی تیارگاری سخته اصحابا را سخت آرام میکنیم برای که زنگ میزنن میگن کجاشی زکات ما چیشی زکات ما پختسین زکات ما را چیکار کرد چند سمه شد کاری روی میکنن انم خیلی سوالای دستول نوی کو اصحابای ما را ویران میکنن بعد سال نوی ما میریم یک کورس دیشنی میگیریم به فکرم تا خودم 20 ساله‌ام عصبام کو وافشه رفتگی نیم خیلی دخترکوی خشروی ما زکات کنه تون میتونیم زکاتتون قبول کنیم روانتون کنیم